مردم با شما سخن گفتم اما هیچگاه شما را فریب ندادم. ممکن نیست برای کسب رأی مردم را فریب دهم. همدیگر رو تحمل کنیم. ما نه افراط راستیم نه افراط چپیم. من نه چپم نه راستم. فرهنگ ما دولتی است، مسائل ما حل و فصل نخواهد شد. رو به جای اینکه دولت فرهنگی باشه فرهنگ رو دولتی کردیم. به زور نمیشه، با شلاق نمیشه مردم راه بهشت برد. این که میایم به زور میخوایم یه باوری رو، یه اعتقادی رو در مردم تزریق کنیم. باید به وحدت و اتحاد و انسجام در کل جامعه بپردازیم. اینه که ما باید در داخل حتما وحدت و انسجاممون رو حل کنیم. باید خودمون رو اصلاح کنیم. و گفتیم تمام دانشجویانی که براشون پرونده درست شده، این پرونده باید از بین بره. بیایم یه استادی رو براش پرونده درست بکنیم و اخراجش کنیم.